سلامت مفاصل، رفع التهاب مفاصل، زانو درد، دردهای مفصلی، دردهای شانه‌ای، اینا رو چطوری میتونیم برطرف کنیم؟ 5 تا مکملی که طبق تحقیقات کلینیکالی خیلی موثر بودن و با شما به اشتراک میذارم. این ویدیو رو ذخیره کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید. اولین مکمل، معروف ترین مکمل برای رفع التهاب مفاصل، کورکومین یا عصاره زردچوب است. قطعا موثر و تحقیقات کلینیکالی در موردش خیلی زیاده. دومین مکمل عصاره کندر یا بوسولی است. فوق العاده موثر در مشکلات التهابی مفصلی. در کنارش یه مقداری بازاریابی و فروشش خیلی بولد شده مکمل های کلاژن تیپ 2 موثر در مشکلات مفصلی هست، ولی گاهی مواقع باید دقت کنیم، یه مقدار بازاریابی توشه. چهارمیش مکمل MSM در کنار گلوکوزامین استفاده میشه. گاهی مواقع میگن که قند رو میبره بالا گلوکوزامین، پس باید دقت کنیم، همیشه هم موثر نیست. پنجمین مکمل قطعاً امگا 3 بهترین مکمل برای مفاصل. ویتامین دی ازش غافل نشید، منیزیم ازش غافل نشید و ورزش و کشش روزانه یادتون نره و رژیم غذاییتون رو رعایت کنید. امیدوارم خوب باشید. کپشن این ویدیو رو بخونید. تنتون سالم، حالتون عالی.